سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشاگران کانال حق تجی و شبکه فیسبوک. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سلامت باشین. و یکچند موضوع داریم اویدی مناپولیا. اویدی مناپولیا میخواستم که یکچند سخن و فکر و نظرهای خود را مطرح کنم. مناپولیا چیست؟ مناپولیا چیزی است که یک نفر هم و یمو چیزا بگیم که غصب میکند مناپولیا میکند. و امروز میدونیم که رژیم خودکامه رحمانوف، رژیم تاجیکستان همه رو چطور که است مناپولیا کرده است، به یک چیزی خود گرفتگی، به یک دوشی خود گرفتگی و رقابت ها را نمیموند که بین سوداگران و بین تاجران هرچی پیشتر بگیم که بروند. همون مناپولیا ببینید که اگر نفری که فیلم تیتانیک رو تماشا کرده باشه، فیلم بریتانیایی تیتانیک، در اونجا مناپولیا، چرا که تیتانیک یک کشتی بزرگ در آیسبرگ، یعنی در اون فیلمی که تماشا میکنه، در اون فیلم در پریخ کلون زد بگیم که غرق شد. اصلا او دیگر چیز بود، یعنی که مناپولیستی بودن که میخواستن که وقتی که همی کشتی تیتانیک ساختن و مناپولیستی خود که بدن چکو کردن، خواستن که همین کشتی را یک غرق کنن. اصلا همین کشتی را در آیسبرگ، یعنی در پریخ زده نبوده، در همون مناپولیستا کاری کردن که همون کشتی را غرق کردن تا که مردم چکو کنن ادامه بدن بگیم که همون تجارت خودشون، یعنی هم مناپولیستای سابق. و امروز رژیم خودکامه رحمانوف تاجیکستان را مثل همون کشتی تیتانیک کرده است که در یک درون آب در آورده است و او را غرق میکند و باقی چکا میکند، یعنی با نجات میدهد مثل همون کشتی تیتانیک. و اینها چکا میکنند؟ اینها در طول چند سال شد مناپولی چی بنزین چی آب چی چیزی باشه با دست خود گرفتگن. همه ما و شما شاهد هستیم که ببینه که در یک قیمت ترین محصولات، یعنی خوراکواری که در تاجیکستان بیشتر مردم استفاده آد یا کنون رو بیشتر میبرن، اون رو آوردن در یک سطح بلند چکا کردن، جای کردن. و این مناپولیستا تاجیکستان رو چکا کردن مثل همون یک کشتی که غرقش میکنن، بعد سونی چکا میکنن میاین نجاتش میدن. و ببینه هموطنای عزیز، دیروز پریروز چند روز است که در شبکه‌های اینترنتی واکنش‌های بسیار است که چرا خلطه ها 200 سومون شد یا که 240 سومون شد. خلاص واکنش ها است. بعضا همون یک نفری از حکومت رحمانوف چکا کرد، مگیم که مصاحبه داد که گویا که ارد از تاجیکستان هم میارن، یعنی گندم از قزاقستان میارن، ارد از قزاقستان هم میارن، مگیم که گندم از قزاقستان و تاجیکستان وارد میکنن و خود تاجیکستان یعنی چکا میکنن استحصال میکنه. از همین لحاظ مگیم که گندم ارد قیمت شدگیه. و چندین گپ های دروغ هستن. این حکومت خودکامه چکا میکند؟ میخواهد که در آینده خودشه یک مناپولیست که مثل که اگر نفرانی که باز هم تکرار هم شود، میگویم که فیلمی که کینوی تیتانیک را تماشا کرده، هم مناپولیستی بودن که اومدن هم کشتی کلون غرق کردن و سونی اومدن چندین نفر چکا کردن نجات دادن از همون میگیم که کشتی. و امروز همین ها مناپولیستا هم چکا میکنن؟ میخوان که تاجیکستان یا غرق کنن بگیم چپک کنن، مردم رو به یک سطح پس بیارن برسن، سونی چکا کنن بیان مردم کمتر نجات بدن. در گویا که ازان کردیم، اکنون ما غمخوار شما هستیم، شما ما را دوست بداره. گفته همین خیلی بگیم که نقشه ها در آینده دارد این بگیم که مناپولیستی که در سر حکومت تاجیکستان ششته هستند و نقشه ها هم در آینده همیدا دارم. و باقی در امان خدا باشه. در یک کم طریقه میخوام که صحبت کنم. اویدی نفرای میگن که شما سواد ندارید یا که چرا برآمده در این خطا نشون میده، بسیار تحقیرات، تنقیدا و دیگر چیزا میکنن. و من یک چیز گفتنی هستم که من اصلا خودم یک مهاجر هستم، مهاجر کوری هستم
و چندین وقت شد که ما نگاه میکنیم یگان سیاست شناس، یگان تحلیلگر، یگان نفری که در جمهوری تاجیکستان چی در خارج تاجیکستان هستند و نمیبرن از درد ملت. متاسفانه کمی در کم نفرهایی هستند که از درد مردم گپ میزنن. متاسفانه میبینیم که در جامعه هیچ نفری نیست و ما هم مجبور شدیم که یک کم تر سخنی بگیم که خطر با مردم ارائه یا که اظهار بکنیم. اما متاسفانه رژیم رحمانوف چه ژورنالیست، چه سیاستمدار، شاعر یا چاپلوس شدن یا که از کشور خارج شدن یا که چیکار کردن، گوشه‌نشینی را انتخاب کردن. از همین لحاظ دیگر میدان ها خالی ماند. ما مجبور شدیم که بر همین میدان سیاست برویم تا که مردم قطره هم باشد و مردم آگاه کنیم از بگیم که فشارهای رژیم، از خودکامگی رژیم، از ظلم رژیم، از چه چیزی که رژیم امروزه رحمانوف به مردم و خیانت ها و زمین فروش ها و کروپسیونر ها یعنی رشوه ستانی های رژیم رحمانوف چیکار کنیم؟ ما با مردم بدون پرده چیکار کنیم؟ اظهار بکنیم که و چهره های اینها رو در جامعه، چی در جامعه تاجیکستان چی در جامعه جهان چیکار کنیم؟ نشان بدیم که این نفرها کی هستند و نفرهایی که تعریف تقسیم رژیم خودکامه میکنن و اون نفرها هم بدونن که رژیم امروز مردم رو آورده است در چه حالت، در چه موقعش بگیم که آورده است قرار داده است. و باز هم تشکر زیاد میکنم نفرانی که چه در شبکه فیسبوک، یوتیوب ما رو پیگیری میکنن و تشکر به همه شما به همه شما تماشابینان محترم و باقی سلامت و سربلند باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.